درود دوستان عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و در برنامه امروزه هنرمندان انسمبل فلک شهر کلوب تشریف آوردند و شما شاهد یک آهنگ خیلی جذاب شدید که از جانب مطربان این دسته پیشنهاد گردید و همچنین آوازخوان انسمبل فلک شهر کلوب بختیار کامل نیز همراه ما هستند. خوش آمدید. سلامت باشید. خوب هستید؟ کاراتون خوب است؟ سلامت باشید. کدام سال شما به انسمبل فلک پیوستید؟ سال 2016. خب تا جایی که میدونم شما صنعت را هنر را در نتیجه خودآموزی از خود کردید. بله. خب کی بود ایدئال شما؟ کی شما را وادار کرد که آوازخوانی کنید بس جاده صنعت بروید؟ شادروان پدرم. پدرتان کی بودن؟ بله. اسمشون؟ استاد کامیل میگفتن. سرتراش بود. پدرم امی استاد شادروان ظفر ناظم بسیار مخلصی اشهدیش بود. از تلویزیون یا که از رادیو وقتی استاد شادروان برآمد میکرد همه را خب میدارن میگفت بیستین. استاد بلند میکرد همه کسا خانواده قطعی گوش میکردیم. هم خیلی در دین ما هم استادا پیروی ما را کرده استیم تا حاضر. در همین انسمبل فلک کار و جدید رفته. یعنی شما در محیط موسیقی به وای رسیدید. بله. پدرتون به هنرمندان خاصه به استاد ظفر ناظم میل زیاد داشتن، مخلصی میکردن. خب سرودهای استاد ظفر ناظم رو شما زمزمه میکردید؟ بله. بله. امروز با ترانه به برنامه امروز فضا تشریف آوردید. بله. چی ترانه رو میخواید پیشنهاد کنید؟ از یکم سروده از استاد شادروان باباجان عزیز میخوانیم. بعد سرود دوم بعد از شادروان ظفر ناظم. بفرمایید. مرحمت.
افسوس تمامی عمری من برباد بگذر افسوس با هون ناله و فریاد بگذر افسوس تمامی عمری من برباد بگذر افسوس با هون ناله و فریاد بگذر غمی ما و تو را خوردن چنده بجا باریگران بردن چنده غمی ما و تو را خوردن چنده بجا باریگران بردن چنده نمیدانی تو قدر زندگی را برای زندگی مردن چنده نمیدانی تو قدر زندگی را برای زندگی مردن چنده افسوس تمامی عمری من برباد بگذر افسوس با هون ناله و فریاد بگذر جوانه گو با پیر دلاگر شگم کرده که خم گشتی در این ره جوانه گو با پیر دلاگر شگم کرده که خم گشتی در این ره جوابش داد آن پیر با تکلف که ایامی جوانی کرده‌ام گفت جوابش داد آن پیر با تکلف که ایامی جوانی کرده‌ام گفت افسوس تمامی عمری من برباد بگذر افسوس با هون ناله و فریاد بگذر افسوس تمامی عمری من برباد بگذر افسوس با هون ناله و فریاد
تشکر زیاد بختیار. سلامت باشی. شما با ترانه ها با اشعار با ایجادیات هنرمندان محبوب کشور را آوردید، یعنی بله آنها را بازخوانی میکنید، میآموزید. سرودهای خودتان را دارید؟ خودتان هست داریم. اولین سروده که ایجاد کردید چی بود؟ اولین سروده که مال خودتان باشد؟ عاشقی بود. عاشقی یار خطا کردی، بین چیا کردی، عشق پاکم را زیر پا کردی. این آهنگی کی بود؟ آهنگ یک سفر یک برادر از شهر کلوب با همراهی هم سفرجان همی سرود اولی که ما تیار کردیم یار خطا کردی سرود عاشقی است. چی سازهای موسیقی را اجرا کرده میتونید؟ تولک دویره. با کیا هم بکاری میکنید؟ من بیشتر به شما که کمک میکنه در سجاده موسیقی برای حرفه‌ای شدن، برای راه درست را انتخاب کردن، سرودها را انتخاب نمودن، کی کمک میکنه؟ اکای آرزوی استادی ما با اکای عمرجان سلطانوف و هم استاد است برای ما در مو فلک یک جا هم میشنیم، تمرین میکنیم. از استاد هم داریم، آهنگا داریم که میخوانیم. خب شما رو چگونه به انصب دعوت کردن؟ سال 2016 اندلی بود. ما اینجا سرودی اوچه از جاویدان نازیم خواندیم، جای یکم گرفتیم. اینجا ما را دیدن، بعدا دعوت کردن با انسامبل فلک. خب گفتید از استاد ظفر نازیم چیز اجرا میکنید؟ بله. چی ترانه؟ سرودی نرو نرو. بفرمایید. نرو 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 جانم نرو جانم نرو 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 جانم نرو جانم نرو. شب مهتاب به مهتابت کشیدم، شانم نقره دردت چشیدم. شب مهتاب به مهتابت کشیدم، شانم نقره ظلمت چشیدم. شانم نقره از بدن جدا شد، نمیدانم که یار من کجا شد. جانم نقره از بنده جدا شد، نمیدانم که یار من کجا شد. نرو 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 جانم نرو جانم نرو 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 جانم نرو جانم نرو.
سریاری نداری نداری چرا در نیمه شب آی بخوابم تو که با من سریاری نداری نداری چرا در نیمه شب آی بخوابم نرو 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 جانم نرو جانم نرو 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 جانم نرو جانم نرو مردم زیغم پروا نداری نداری تو را من با خدا مسپارم امشب من که مردم زیغم پروا نداری نداری تو را من با خدا مسپارم امشب نرو 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 جانم نرو جانم نرو 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 جانم نرو جانم نرو جانم نرو دلم نرو گروه مطربان حرفه‌ای که اینجا سرجم آمدن فکر میکنم که برای پیشرفت هنر شما و برای آن که سلام شما رشد کنید سهم میگذارن چون میبینم که خیلی خوب و زیبا اجرا میکنن. سلامت باشین. چه نقشه ها دارید؟ نقشه ها انا با انسامبل فلک میخوایم که باز سرجم شینیم باز سرودهای نو با نو تیار کنیم خدمت خلق وطن. بله تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید بختیار. سلامت باشید. تشکر زیاد. سپاس با مطربان. تشکر زیاد با کل شما. خیلی عالی بودید امروز و خیلی زیبا اجرا کردید. باشد که باز یک زمان دیگر در همین فضا در همین برنامه سرجم شویم و اطراف پهلوهای دیگر هنر شما صحبت داشته باشیم. دوستان عزیز یادآور میشویم که هنرمندان انسمبل فلک شهر کلاب به برنامه فضا تشریف آوردند. اینجا بختیار کامل نیز با ترانه‌های جذاب دل ما را شاد کردند. مطربان چیره‌دست امروز با اجرای زیبای خود برنامه را رنگین کردند و همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. در انتها بختیار باز هم برای ما یک ترانه زیبا اجرا میکنند و به شما روزگار خوش تمنا داریم. خیر. شبه به خانم آیی چی می شود بر من در زیغه کشایی چی می شود بر من در زیغه کشایی چی می شود تا کیزی پیش دیده ای من بگذری بناز تا کیزی پیش
چشم من چو سرمه درآیی چه می شود در چشم من چو سرمه درآیی چه می شود یخ بستم چو شب زی سودای روزگار یخ بستم چو شب زی سودای روزگار ای آفتاب روی نمایی چه می شود آفتاب روی نمایی چه می شود ایستادم در ای تو نقد جابکه ایستادم در ای تو نقد جابکه از ما با یک نگاه ربایی چی می شود از ما با یک نگاه ربایی چی می شود گردم بگید کوی تو هر شب چون سیدا گردم بگید کوی تو هر شب چون سیدا یک ره تو هم زی خانه برایی چه می شود یک ره تو هم زی خانه برایی چه می شود ای مشبه به خانه ام آیی چه می شود بر من در ازی غیر کشایی چه می شود بر من در ازی غیر کشایی چه می شود